در این ویدیو روش وضو گرفتن، آداب، احکام و طریقه درست وضو گرفتن انشالله ما و شما میآموزیم. باید ما و شما زمانی که اعضای بدن خود یا دست یا بینی یا رو یا دست و پای خود میشوییم باید کدام دعاها را استفاده بکنیم. در ابتدا روی خود به طرف قبله دور داده هر دو دستای خود چه میکنیم؟ میشوییم. زمانی که بالای دستای خود آب انداختیم بسم الله الرحمن الرحیم میگوییم. روی به طرف قبله، بعد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ایرا میخوانیم. بعد از اینکه دستای خود شستیم بعد از او با دست راست خود به گلون خود آب انداخته و غرغره میکنیم 3 بار. بعد به انگشت کلان و در پهلوش انگشت راست دیگر یعنی دندانهای خود را چه میکنیم؟ خلال میکنیم. بعد از او آب را گرفته به بینی خود میاندازیم و چنان آب را کش میکنیم که سوزش در بینی احساس شود. بعد از او که 3 بار آب را به بینی خود انداختیم با انگشت خرد بینی خود را خلال میکنیم. بعد از او که بینی خود خلال کرده آب را گرفته روی خود را میشوییم. چنان روی خود بشوییم که یک قسمت از روی ما و شما خشک نمانه و قسمت روی که برآمدن موی زیر زنخ از یک نرمه گوشت تا نرمه گوشت دیگر باید مکمل شسته شود. به این ترتیب که این مکمل این قسمت باید این روی شسته شود و این قسمت به این ترتیب تا نرمه های گوشت شسته شود و 3 بار باید به روی خود آب بیاندازیم و مکمل شستشو کنیم و خشک نمانه. بعد از او آب را بالای دست راست خود می اندازیم تا آرنج ها را چه میکنیم؟ میشوییم که اینمی قسمت دست ما که فرض مثال از انگشتان شروع تا اینی آرنج ها باید ایج قسمتش خشک نمانه. اگر یک تار موی خشک بمانه وضوی ما نمیشه. فرایض وضو 4 دانه هستن که این 4 قسمت یعنی روی دست و پا و مس این فرایض است. اگر دمی فرایض یا روی و دست و پا و اگر دمی یک تار موی خشک بمانه یعنی وضوی ما نمیشه. اگر ما و شما در دهن یا بینی اگر آب نیاندازیم وضوی ما میشه. اگر مس گوش نکنیم مس گردن نکنیم وضوی ما میشه. اما اگر روی ما دست ما پای ما اگر یک تاری مویش هم خشک بمانه وضوی ما نمیشه. برادرای عزیز در روی و دست ها و پاها بسیار زیاد حساس باشین و خشک نمانه. زمانی که آب را انداختیم دست راست مکمل شسته 3 بار احساسی از این نکنیم که خشک مانده باشه. بعد از او آب را گرفته بالای دست چپ می اندازیم او را تا آرنج ها را میشه مکمل. زمانی که شستیم به این ترتیب باید خلال چی شوه؟ داخل پنجه ها شوه. زمانی که خلال داخل پنجه ها را انجام دادیم بعد از او مس سر است یعنی آب را به دست خود انداخته بعد از او تکان داده و بالای سر خود کش کرده. به این ترتیب کش کنیم که تا آخر موی ما که در اینجا فرض و سنت و مستحب همش ادا شود. بعد از او خلال گوش هستن. زمانی که ما و شما مسح کردیم بعد به این ترتیب خلال گوش را باید انجام بدیم که پشت سر گوش و داخل گوش باید خلال شود. بعد از او شستن پای راست تا قسمت چی؟ این بوجلکه تا اینجا باید شسته شود تا اینجا یعنی مکمل شسته شود که قسمت پنجه ها داخل پنجه و بیرون این قسمت ها نمانه که از پنجه کوچک شروع کرده به این ترتیب با طرف پنجه راست میریم و پای خود را مکمل چی میکنیم؟ میشوییم. زمانی که پای راست خود شستیم بعد از او پای چپ خود میشوییم و چی را میخوانیم؟ اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرین. باید را خوانده بعد وضوی ما تمام میشه. الله تبارک و تعالی وضوی ما را قبول بگردانه و نواقصی اگر داشته باشیم الله تبارک و تعالی معاف بگردانه. از دعای خیرتان فراموش نکنید. لایک سابسکرایب یادتان نرد. دوستای عزیز دقت بکنید که فرایض نماز از پیش ما نمانه.